اینجا درست در قلب خاورمیانه سرزمینی وجود داره که میگن هر کس اون رو در اختیار داشته باشه جهان رو تو مشتاش داره. ایران، جایی که پادشاهانش سرنوشت شرق و غرب رو رقم میزدن. تاریخ ایران قصه شکوه، جنگ، شکست و دوباره برخاستنه. توی این ویدیو سفری میکنیم به مسیر پادشاهان ایران از آغاز تا پایان تا ببینیم چگونه این سرزمین همیشه قلب تپنده جهان بوده. در روزگاری دور، وقتی جهان پر از پادشاهی‌های کوچک و قبیله‌های پراکنده بود، تو فلات پهناور ایران هنوز حکومتی یکپارچه وجود نداشت. اقوام آریایی از شمال اوراسیا به این سرزمین اومدن، مردمانی جنگجو، باهوش و سخت کوش. اونها تو گوشه و کنار ایران ساکن شدن. مادها در غرب، پارس‌ها در جنوب و پارت‌ها در شرق. همینجا بود که نخستین جرقه‌های تمدنی بزرگ روشن شد. دیاکو، مردی از میان قبایل ماد، قبایل پراکنده را متحد کرد و نخستین شاه ایران شد. اون پایه‌های حکومت مرکزی رو گذاشت و بعد از اون دیگر فرمانروایان ماد قدرت مادها رو گسترش دادند و در روزگار هوخشتر امپراتوری خونخوار آشور سقوط کرد. اما آستیاگ، آخرین شاه ماد، در برابر شورشی بزرگ شکست خورد. شورشی به رهبری جوانی از قبایل پارس به نام کوروش بزرگ. با کوروش ایران وارد عصر زرین شد. کوروش بزرگ تنها یه فاتح نبود. او سازنده امپراتوری بود که از رود سند تا دریای مدیترانه گسترش پیدا کرد. بابل رو فتح کرد، قوم یهود رو آزاد کرد و با منشور کوروش نخستین سند حقوق بشر تاریخ رو به یادگار گذاشت. در زمان او ایران بر 60% خشکی‌های شناخته شده جهان حکومت می‌کرد. این یعنی اوج قدرت و شکوه. کوروش بزرگ با سیاست‌های هوشمندانه، احترام به تنوع فرهنگی، ایجاد نظام اداری منظم و پیگیری اصول انسانی یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ بشریت شد. دستاوردهای او نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ جهان نیز تاثیرگذار بوده. بعد از او پسرش کمبوجیه به تخت شاهنشاهی نشست، مصر را فتح کرد و مرزهای ایران رو تا آفریقا کشوند. جالبه بدونید تا اون زمان سیستم شاهنشاهی وجود نداشت و این هخامنشیان بودن که هر ایالت رو به اصطلاح به یک ساتراپ تقسیم می‌کردن و شاهی برای اون ساتراپ انتخاب می‌کردن تا بتونن به راحتی به کشوری با اون همه عظمت چند قومیتی بدون مشکل حکومت کنن. بعد نوبت به داریوش بزرگ رسید، شاهی که ایران رو به قله‌های اقتدار رسوند. داریوش ساختار حکومتی نوینی ایجاد کرد، شاهراها و سیستم پست و چاپارخانه و تخت جمشید رو ساخت و بسیاری از شورش‌های داخلی از جمله مصر و بابل رو سرکوب کرد و ایران رو به یکی از منظم‌ترین دولت‌های تاریخ بدل کرد که باعث شد تا قرن‌ها امپراتوریش یک حکومت قدرتمند باقی بماند. اما شکوه هخامنشیان همیشگی نبود. در زمان خشایارشا جنگ‌های خونینی با یونان اتفاق افتاد و سرانجام تو دوره داریوش سوم اسکندر مقدونی حمله کرد. ایران تو این تقابل شکست سنگینی خورد و امپراتوری هخامنشی سقوط کرد. از همونجا تلخی شکست تو تاریخ ایران حک شد، غروری که به یک بار مقابل ارتش مقدونی پایمال شد. شکست داریوش سوم مقابل اسکندر به دلیل ضعف استراتژی و هماهنگی ارتش هخامنشی بود. نبود فرماندهی واحد و عدم حمایت داخلی باعث تضعیف قدرت او شد. در مقابل اسکندر با تاکتیک‌های سریع و فرماندهی متمرکز تونست برتری نظامی پیدا کنه و هخامنشیان را شکست بده. بعد از مرگ اسکندر، سلوکیان حدود 70 سال تو ایران حکومت کردند. اما سلطه یونانیان ماندگار نشد. ارشک، رهبر پارت‌ها قیام کرد، سلوکیان را در هم کوبید، ایران را یک پارچه کرد و سلسله اشکانیان را بنیان گذاری کرد. اونها 5 قرن مقابل رومیان وایسادند و دوباره استقلال ایران را حفظ کردند. ولی در پایان ضعف حکومتیشون راه رو برای سلسله تازه باز کرد. اردشیر بابکان با شکست اردوان چهارم اشکانیان رو کنار زد و حکومت ساسانیان رو آغاز کرد.
و در نهایت پس از کینه 150 ساله شکست ایران توسط اسکندر، شاپور اول رومیان را در هم کوبید، شهرهایشان را سوزاند و 10 نفر را کشت و اسیر کرد. پس از شکست روم، شاپور والریان روم را به عنوان اسیر به ایران برد که یکی از شرم‌آورترین وقایع تاریخ روم را رقم زد. بعدها خسرو انوشیروان با عدالت و اصلاحاتش یادگار دوران شد و تو زمان خسرو پرویز قلمرو ایران به اوج رسید که مصر و شام هم در اختیار ایران بود. اما همین جنگ‌های طولانی کشور را خسته کرد و در نهایت تو روزگار یزدگرد سوم حمله اعراب مسلمان ساسانیان را نابود کرد. ایران شکست سختی خورد. سرزمینی که روزی پرچمدار تمدن بود به ایالت خلافت عرب تبدیل شد. با این شکست نه تنها حکومت بلکه بخش بزرگی از فرهنگ و هویت ایرانی هم زیر سایه بیگانگان رفت، زخمی که تا قرن‌ها باقی بود. اما ایرانی‌ها خاموش نموندند. بعدها یعقوب لیث صفاری قیام کرد و برای اولین بار بعد از اسلام گفت باید به زبان فارسی سخن بگوییم. او با تأسیس دولت صفاریان و اصلاحات مختلف تو زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به تقویت هویت ایرانی بعد از سقوط ساسانیان کمک کرد. بعدها ابوطاهر گناوی انتقام یورش تازیان عرب از ایران رو گرفت. او به مکه حمله کرد، کعبه رو به آتش کشید، هزاران تن را کشت و اسیر کرد و حجرالاسود را شکست و به مدت 22 سال نزد خود در احصا نگه داشت. سامانیان دودمانی ایرانی بودند که در خراسان و ماوراءالنهر حکومت می‌کردند و تونستند زبان فرهنگ ایرانی را زنده کنند. بهترین و مشهورترین پادشاهشون شاه اسماعیل سامانی بود، پادشاهی عادل و خردمند و بنیانگذار شکوه دولت سامانی. بعد از اونها غزنویان که دودمانی ترک تبار بودند، بعدها با حکومت سلطان محمد غزنوی فتوحات زیادی توی هند انجام دادند و غنایم زیادی رو به ایران آوردند. تو این دوران فرهنگ فارسی رشد بسیار خوبی کرد و شاعرهایی مثل فردوسی مورد حمایت قرار گرفتند، ولی در آخر با شورش داخلی و فشار سلجوقیان و غلامان ترک نابود شدند و قدرت به دست سلجوقیان افتاد. در زمان این قوم ترک تبار که نظام الملک وزیر بود، مشهورترین حاکمانشان طغرالبیک، آلبرسلان و ملکشاه بودند و در زمانشون تمدن ایرانی اسلامی رونق گرفت و سرانجام با شورش داخلی خوارزمشاهیان نابود شدند. ولی تو زمان حکومت این خاندان مردی قدرت طلب، خشن و بیرحم توی آسیای میانه قدرت گرفت. چنگیزخان مغول. او لشکری از چابک سواران ماهر پرورش داد که تعدادشان حدود 100 تا 150 هزار نفر تخمین میزنند. چنگیز تو زمان علاءالدین محمد خوارزمشاه به ایران و قلمرو خوارزمشاهیان حمله کرد و تونست بار دیگه ایران رو ضمیمه خاک بیگانگان کنه. حمله چنگیز فاجعه بود. کتابخونه آتش کشیده شد، علما رو گردن زدن. بغداد، نیشابور، همدان، ری، اصفهان و بسیاری از شهرهای دیگر به آتش کشیده شدند و در بعضی از شهرها تا 80% جمعیت را کشتند، اسیر کردند و به تجاوز پرداختند و تا سالها ایلخانان مغول بر ایران حکومت کردند. اما بعد از مرگ چنگیز اختلافات جانشینی و شورش‌های داخلی باعث شد تیمور لنگ باز هم برای بازپسگیری ایران از سلطه‌های خارجی اقدام کنه و موفق بشه. تو اوایل قرن 16 شاه اسماعیل صفوی ایران رو متحد کرد و تشییع رو مذهب رسمی اعلام کرد. تو روزگار شاه عباس بزرگ هم اصفهان نصف جهان شد، یعنی اصل شکوفایی هنر و معماری اصیل ایرانی. اما با ضعف شاهان صفوی، افغان‌ها از این فرصت استفاده به ایران حمله کردند و این بار هم غرور ایرانی‌ها رو لکدمال کردند. تو این آشوب نادرشاه افشار ظهور کرد، فرمانده جنگجو، استراتژیست و وطن پرست که افغان‌ها را در هم کوبید، کابل و قندهار رو فتح کرد، تا هندوستان پیش رفت، تخت طاووس و الماس کوه نور رو هم به ایران آورد. شاهی که تونست ایران رو به شکوه قبل برگردونه، اما بعد از مرگش آشفتگی به ایران برگشت. کریم خان زند به روی کار اومد و آرامش نسبی آورد. او به جای لقب شاه خودش رو وکیل الرعایا نامگذاری کرد.
چون حاکمی انسانی، عدالت محور و مدافع مردم بود و هیچ وقت به دنبال سلطنت مطلقه یا تجملات شاهانه نبود. او هیچ وارث رسمی و قدرتمندی برای جانشینی نداشت. بنابراین نبرد و نزاع داخلی بین اطرافیانش برای تصاحب و قدرت شروع شد. سپس آقا محمد خان قاجار از این فرصت استفاده کرد، به جنگ داخلی پایان داد، به قدرت رسید و سلسله قاجار روی کار اومد. قاجاریه از سیاه‌ترین دوران ایرانه که به واسطه شاهان بی‌کفایت مثل فتحعلی شاه که در جنگ با روس، گرجستان، داغستان و بخش‌های شمالی آذربایجان و بخش‌هایی از قفقاز و بعد از شکست دوم مقابل روس‌ها، ارمنستان شرقی، بخش‌هایی از آذربایجان و نخچوان به روسیه داده شد. ناصرالدین شاه نیم قرن حکومت کرد. امتیازات ننگین شاهان قاجار به بیگانگان کشور را دچار جنگ، خیانت، فقر، طاعون، وبا، خشکسالی و اشغال‌های خارجی مثل روس و انگلیس و قراردادهای ننگین ترکمنچای و گلستان، جدایی افغانستان از ایران، واگذاری شمال و دریای شمال به روس و جنوب و نفت جنوب به انگلیس، واگذاری راه آهن، تنباکو و حق اقامت و تجارت روس‌ها در برخی از بنادر، همه باعث پایمال شدن عزت و افتخار این کشور با پیشینه پر افتخار بود که در نهایت آخرین شاه قاجار، احمد شاه، در برابر کودتای رضاخان قدرت رو واگذار کرد. اینجا بود که رضا شاه پهلوی ایران رو وارد عصر نو کرد. او با مدرن سازی و ساخت راه آهن و جاده ها، ایجاد ارتش منظم و تقویت امنیت، تأسیس مدارس نوین و دانشگاه‌ها، اصلاحات اداری و مالیاتی، توسعه بیمارستان و مراکز بهداشتی، تقویت و هویت ملی و فرهنگی، محدود کردن قدرت قبیله‌ها و شاهزادگان محلی و بهبود زیرساخت‌های شهری و روستایی کشور را از دل عقب ماندگی بیرون کشید. رضا شاه در 1941 تحت فشار و تهدید نظامی متفقین مجبور به کنارگیری و تبعید شد و بعد از او سلطنت به پسرش محمد رضا شاه پهلوی رسید. محمد رضا شاه در طول سلطنتش روی مدرن سازی و توسعه زیرساخت‌ها تمرکز کرد و ساخت راه‌ها و فرودگاه‌ها و بنادر جدید رو گسترش داد. او همچنین به توسعه آموزش و پرورش اهمیت داد و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی متعددی تأسیس کرد. یکی از اقدامات مهم او اصلاحات ارضی و انقلاب سفید بود که هدفش بهبود کشاورزی و تقسیم زمین‌ها بود. همزمان صنعت و شهرک‌های صنعتی توسعه یافتند و برنامه‌های بهداشتی و درمانی با ایجاد بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی پیشرفت کرد. محمد رضا شاه همچنین در ارتش و امنیت داخلی سرمایه‌گذاری کرد و با برنامه‌های فرهنگی و ورزشی توسعه هنر و ورزش را ترویج داد. در کنار اینها پیشرفت در فناوری و ارتباطات از دیگر اقدامات مهم او بود که پایه‌گذاری ایران مدرن در دهه‌های بعد شد. اما روحانیان و گروه‌های مذهبی از سبک زندگی شاه و نفوذ غرب ناراضی بودند و علیه او قیام کردند. نارضایتی عمومی و فاصله زیاد حکومت از مردم و قیام گسترده مردمی باعث شد حکومت محمد رضا شاه در بهمن 57 به پایان برسه و خمینی رهبر سیاسی اجتماعی مردم بشه و بعد از او هم سید علی خامنه‌ای به مصدر قدرت ایران برسه. حالا از نظر شما کدوم شاه یا حاکم ایران بیشترین تاثیر مثبت رو روی کشور داشته، عادل‌تر و با درایت‌تر بوده؟ کدوم یکی خونخوارترین، بی‌کفایت‌ترین و بی‌لیاقت‌ترین حاکم بر این خاک بوده؟ توی کامنت ها برامون بنویسید و چنل ما رو سابسکرایب کنید تا با هم دیگه کلی از فکت‌ها و وقایع تاریخی و مدرن رو بررسی کنید.